ассалому алайкум шунавандаҳои арҷманд. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ҳоло гуфтори даҳумро аз рӯи китоби адабиётшиноси варзида ва мунаққиди барҷастаи тоҷик соҳиб Табаров зиндагиномаи Садриддин Айнӣ солҳои 1875-1899 дар қироати Абдурашид Хоҷамқулов бишнавед. همین طور صدرالدین نورس یکمین بار از سید اکبر خواجه به طور جدی طرز درست و صحیح نوشتن حرفها را می آموزد. در این باره در مختصر ترجمه حال خودم عینی چنین معلومات داده بود. من می خواستم که شعرهای دیده و شنیده ام را نوشته گیرم، اما بی خطیم به این مقصد مانع بود. من این مقصد خود را به پدرم گفتم. او مرا به پسری عمک بچه خودش سید اکبر خواجه که همراه اکام سید محی الدین خواجه در بخارا می خواند و در خوشخطی مشهور بود شاگرد کرد که او به من خط نویسی را یاد دهد. پدرم و اکام بدخط بودند. داماللای خوشخطی من در میدان نویسی خطی خانایی داشته باشد هم در جلی نویسی که برای تعلیم نومشقان در کار بود ماهر نبوده است. او حرفهای جداگانه را به طرز سرخطی جلی کلان کلان می نوشت و جاهای کج شده آن حرفها را با نوک کارچه‌اش از دندانش چیرک تراشیده گرفته بروی آنها مالیده تراشیده می گرفت و بعد از آن با نوک قلم دوباره پر کرده موافق قاعده می کرد. او یک سرخط را به من نوشته داده وظیفه می داد که تا روزی دیگر به او نگاه کرده مشق کنم و هرگاه که مثل او نوشته توانستم او مرا به سرخط دیگر خواهد گذرانید. من پیش از آموختن خط نویسی از معلم حسن خط خود سید اکبر خواجه فریبگری را آموختم. من هم مثل او جاهای کج شده حرفها را با چرک دندان تراشیده گرفته درست کردن گرفتم. و همین طریق من در اندک وقت تمامی سرخطها را گذشته هم مرکب کنی حرفها را یاد گرفتم، اما از بس که هیچ مشق نکرده بودم تماما بدخط ماندم. من شعرهای دوست داشته‌ام را در کاغذ پاره ها نوشته می گرفتم، اما یک قسم آنها را بعد از کهنه شدن حتی خودم هم خوانده نمی توانستم. صدرالدین عینی، کلیات، جلد 1، صفحه های 13-14. این مواد و معلومات ها ثابت می نمایند که پدرش سید مراد خواجه گرچند سوادی کافی داشته بوده است، نه خودش و نه پسری کلانیش سید محی الدین خواجه خطاط یعنی خوشخط نبوده است. بنابراین او پسری دومش صدرالدین را برای خط مشق کنی و خط نویسی به نزد عمک بچه‌اش سید اکبر خواجه و شاگردی می گذارد تا که او نه تنها صاحب خط بلکه خوشخط و خوشنویس هم گردد. اما سید مراد خواجه در این مسئله به مقصدش نائل نمی گردد، چون که پسرش صدرالدین فریب معلم حسن خطش سید اکبر خواجه را تکرار کرده به خط مشق کنی مشغول نمی گردد. در نتیجه او تماما بدخط می ماند. بعدها عینی
بدخطی گذرا بودن خودش را اعتراف کرده به حسن خطش از نظر تنقیدی می نگرد. این خود تنقید کنی او دو طرفه بود. او از یک طرف هم خودش را برای فریبگریش در هنگام خط مشق کنی مذمت می نماید که چنین فریبگریش سبب حسن خطی خوب نگردیدنش شده بوده است. از طرف دیگر معلمش سید اکبر خواجه را گوشمال می کند که از او اصول و رویه ناموافق و نامطابق و راه‌های نادرست و ساختکارانه خط مشق کنی را یاد گرفته بوده است. او در این باره این طور نوشته است: من چنان بد می نوشتم که خطی مرا بغیر از خودم هیچ کس خوانده نمی توانست. حتی بعضی کلمه های خود نوشته‌ام را بعد از چند روز خودم هم خوانده نمی توانستم. هرچند با گذشتن وقتهای بسیار در نتیجه بسیار نوشتن خطم یک اندازه درست شده باشد هم، تا حال من بدخطی گذرا هستم. این نتیجه ساختکاری معلم سید اکبر خواجه است که با کرداری خود به من آموخته بود. صدرالدین عینی، کلیات، جلد 6، صفحه 117. تیاری به داخل شوی مدرسه. از مضمون جمله های بالا باز به یک خلاصه دیگر آمدن ممکن است. سید مراد خواجه نه تنها شخص معارف پرور و علم دوست بوده است، بلکه در مسئله باسواد و با معرفت دانشمند و فاضل و عاقل و خردمند گردیدن فرزندانش از جمله صدرالدین اگر تواند حتی به شاعر شدن یگان تای آنها غمخواری زیاده ظاهر نموده است. از همین سبب سید مراد خواجه با مقصدی در مدرسه خواندن صدرالدین تعلیمش را در نزد امام دهه ساکتری از روی اولی علم و بدان دوام می دهد. چنین عینی با همان امام و با پدرش مویزی و زنجانی نام کتاب‌های تعلیمی را که همه آنها کتاب‌های درسی عاید به گراماتیک زبان عربی پیش از تحصیل در مدرسه حساب می‌یافتند می‌خواند. خود عینی بعدها همان روز و همان ماه‌های سال‌های 1885 1886 را به خاطر آورده چنین نوشته بود: من در این ضمن در پیش امام قشلاق بدان نام صرف عربی را که در زبان تاجیکی ترتیب یافته است می‌خواندم و بعد از وی مویزی و زنجانی نام صرف عربی در زبان عربی ترتیب شده را هم خواندم. هرچند این درس ها را به تاجیکی ترجمه کرده می دادند، من چیزی را نمی فهمیدم و دلگیری از این درس ها پیدا شده را با شعرخوانی برطرف می کردم. صدرالدین عینی، کلیات، جلد 1، صفحه 14. از چنین قیدهای سرشمار عینی معلوم می گردد که سید مراد خواجه از دوره های طفولیت و شباب پسرش می کوشیده است که شوق و هوس صدرالدین را به علم و دانش و از جمله به شعر و شاعری زیاد نماید و او را به میدان علم و ادب کشد. در همین وقت صدرالدین شعر دوست آینده یکمین بار با شاعری زنده در سن طفلیش واخورده است. پدرش سید مراد خواجه نخستین بار در سال 1880 به صدرالدین 5 ساله شاعری زنده را در شخصیت قاضی عبدالواحد صدری سریر در هنگام حشر رود نوبراری دهه روبه‌های تومن شافرکام
که در قسمت جنوبی دهه محله بالا واقع بود نشان می دهد. قاضی عبدالواحد صدری سریر 1809 1810 1886 در آن سالها قاضی تومن غژدوان بوده به حشر کندن رودی نو به دهه روبها راهبری می کرد. سبب در دهه روبها سروری رودی نوبراران تعیین شدن قاضی تومن غژدوان قاضی عبدالواحد صدری سریر آن بوده است که حاکم، قاضی، رئیس و میرشب تومن شافرکام در روند رودی نوبراری هم دزدی و رشوه‌خوری و هم بی‌عدالتی و ناعهده برایی ظاهر کرده بودند. بنابر همین امیر عبدالاحد بعد از عرض مردم آن 4 حاکم تومن شافرکام را برای چنین کردارهای نامطلوب و یغماگری و بدکرداری هایشان در هنگام برآوردن رودی نوی دهه روبها از منصبهاشان رانده مال و ملکشان را یرغو مصادره می نماید. امیر عبدالاحد به جای آنها قاضی عبدالواحد صدری سریر را که مردی عادل و انسان دوست، فقرا پرور و فاضل و عاقل بود راهبری رودی نوبراران تعیین می کند. همین خبری راهبری رودی نوبراران دهه روبها تعیین شدن قاضی عبدالواحد صدری سریر را به سید مراد خواجه در دهه محله بالا تقای صدرالدین ملا دهقان که با پسری همین قاضی صدری سریر در مدرسه بخارا شریک درس بود می رساند. صدرالدین عینی کلیات جلد 6 صفحه 83. عینی یکمین بار در لحظه در میدان حشر و جمع آمد مردم قاضی عبدالواحد صدری سریر شاعر و شخصی مشهور را می بیند و از معامله و ملاقات او با مردم درباره بعضی حادثه های مهم زندگی و مناسبت های اجتماعی و انسانی تصوری نخستین بچگانه عادی پیدا می کند. بعدها در زمان حاضره و آینده همین واخوری صدرالدین نورس به دوستداران ایجادیات صدری سریر مدد می رساند که اندکی هم باشد با توسط واخوری ساده همین کودک با صورت و سیمای قاضی عبدالواحد صدری سریر شناس کردند. در فهمش عینی آن صورت و سیما چنین بوده است: او یک آدمی لاغر بدنی میانه قد، سبزینه چهره، ریشش میانه و سفید و ابروهایش مانندی ابروهای عمک بابای من استا عمک غفص و درازمو بود. صدرالدین عینی کلیات جلد 6 صفحه 86. عینی درباره همان واخوری سخن رانده راجع به ملاقات هم پدرش هم همه تقایه هایش از جمله قربان نیاز که بعدها به خدمت سپاهیگری همین قاضی عبدالواحد صدری سریر داخل می شود و هم بعضی دیگر آدمان دهه های محله بالا، روبها و غیرها از زبان او و درباره چی بودن عدالت و بی‌عدالتی، عاقلی و بی‌عقلی، جسارت و ناترسی، مهنت و مهنت دوستی، کسب و هنر دوستی و امثال آنها اندکی هم باشد خاطره های کودکانه اش را بیان می کند و آنها را به آیندگان گوشرس می نماید. صدرالدین عینی کلیات جلد 6 صفحه 86. به همین واسطه عینی از سن طفولیت و شباب آهسته آهسته درک می کند که در عالم
و در زندگی دو قطبی با هم زید، بد و نیک، شر و خیر، مضر و فایده‌ناک، زیشت و بصلاح، خوش و قبیح، ظلم و عدالت، رذالت و شفقت، نفرت و مهر، قارونی و سخاوت، رشوه و مدد و امثال آنها موجودند. او از همین سن و سالها سر کرده آهسته آهسته می فهمد که هر فرد جمعیتی قادر است که در خود یکی از همین حصه خلق و اطوار، رفتار و کردار و خصلت‌ها را پره و یا قسماً دارا باشد و در خود نگاه دارد. به طور دیگر گوییم، عینی از سن طفولیت و شباب هم در کار و عمل و هم در بیان و سخن اشخاص گرد و اطرافش چه خصلت‌های رذیل و چه نجیب را کودکوار مشاهده می کند که در آینده آنها هم به او و هم برای ایجادیات او همچون برهان و دلیل و مواد و حجت مهم مددگار می گردند و یاری می رسانند. عینی از سالهای نخستین حیاتش از پدر و مادر، خویش و تبار و دیگر آدمان وی را احاطه کرده خصلت‌های نیکترین و باشرفترین را می آموزد و از آن دو قطب تضاد خلق و اطواری در بالا نامبر شده انسانی برای خود تدریجاً جهت‌های ایجابی را انتخاب از بر و قبول می کند و می کوشد که خصلت‌های منفی را از خود دور سازد. برای او در همان سالهای تا مکتب خانیش یکی از نمونه‌های برجسته همین خصلت‌های آدم و آدمگری پدر و مادرش، استاعمک، اکثر تقاعی‌هایش و دیگر آدمان نیک کرداری دهه‌های ساکتری، محله بالا، گرد و اطراف آنها و قاضی قژدوان عبدالواحد صدری سریر و مانند آنها حساب می یافتند. عینی مهر به انتهای خود را به همه آن نام بردگان و آنها بر این شخصان مهنت دوست و هنرمند و حلیم و مهربان تا آخر عمر نگاه می دارد که بعدها چهره آنها را در اثرهای بدیعیش و مخصوصاً در یادداشت‌ها خیلی واضح تصویر نموده است. با سبب آنکه تقای صدرالدین خردسال ملا دهقان در مدرسه با پسر قاضی عبدالواحد صدری سریر شریک درس بود، او با توسط همین تقاییش امکان پیدا می کند که همراه پدرش همه دیگر تقاهایش و دیگر اهالی دهه‌های گرد و اطراف محله بالا و حشرکیان این عالم، دانشمند، شخصی عاقل و با انصاف و علمای زمان را از نزدیک بیند. عینی در همین واخوری از زبان آنها می فهمد که این قاضی فقرا پرور است. او در برابر اکثر دیگر آدمان و مصاحبان نخستین بار بهره‌بر از دیداری چنین فردی فاضل و عالم و شاعر می گردد و صحبتش را با دیگران می شنود. در عقل و شعور کودکانه عینی تصوری درباره عقل و خردی بلند و فضیلتی به انتهای عبدالواحد صدری سریر باقی می ماند. از واقعی در بالا رخ داده در خاطر عینی بیشتر چقدر پرقوت بودنی این شخصی بدنش هم از آهن سخت شده، 76 سال را پر کرده به 77 قدم مانده و حتی در پیری نه از سر دو پا نشستن و نه از راست ایستادن و راه رفتن مانده می شود، معلومات پیدا کردن ممکن است. صدرالدین عینی، کلیات جلد 6 صفحه 87. عینی در همان واخوری و ملاقات از زبان عبدالواحد صدری سریر نخستین بار می شنود که سواد تقاییش ملا دهقان را پدرش سید مراد خواجه برآورده، بعد او را برای خواندن در مدرسه
به بخارا برده بوده است. از این واخوری لحظه افاده مهر و شفقت صدر سریر به صدرالدین 5 ساله نیز جالب دقت است. یعنی در همین موضع رود نوبراری صدرالدین کودک به مهر و محبت و التفات این قاضی با معرفت مشرف می گردد. چنانچه وقتی که چشم قاضی عبدالواحد صدر سریر به صدرالدین می رسد و او پسر سید مراد خواجه بودن این کودک را می فهمد، از اینجا معلوم می گردد که سید مراد خواجه در نزد حاکمان وقت تومن غزنوان آبروی و منزلت داشته است. او را برابری سرش برداشته بعد از آن به زمین می گذارد و می گوید الهی کلان شوی، ملا شوی، دانا شوی. همانجا به سبب آنکه سید مراد خواجه به این قاضی عدالتخواه و انسان دوست و شاعر خوشبیان مهری خاصه داشته بوده است، همین محبت به پسرانش از جمله به صدرالدین سرایت نموده در خاطر او ابدی باقی مانده است. بعدها همین مشفقی و مهربانی خاصه عینی به صدر سریر سببگار آن شده بود که او در نمونه ادبیات تاجیک نام شاه اثرش به آثار عبدالواحد صدر سریر مقام کلان دهد. صدرالدین عینی، نمونه ادبیات تاجیک، صفحه های 385. شتباران اهل مهنت و شناسایی با صدر سریر بر این آدمان فاضل و عاقل پند و اندرز و نصیحت شنوی و بیان آرزوهای نیک آنها و نصیحت نیوشی به صدرالدین کودک روح می بخشند. بنابراین او بعد تعلیم در نزد بی خلیفه و آموزش موادهای علاوگی با خطیب و با پدرش از یک طرف در پی و فکر دانش اندوزی من بعده و دوام دادن تعلیم در مدرسه می شود و از طرف دیگر در کوشش آن می شود که معنی پره‌ای همه آن شعر و بیت‌های خوانده و شنیده اش را داند و فهمد و شعرخوانی و شعر حفظ کنی اش را دوام دهد. چنان که بعدها خود عینی می نویسد، بی خلیفه معلمه مکتب دخترکانه به شاگردان از جمله به عینی تاکید می کرد که برای شعر گفتن ولی بودن لازم است. صدرالدین عینی کلیات جلد 6 صفحه 107. از اینجا هم در عقل و شعور صدرالدین خردسال تصوری پیدا می گردد که در زمان ما که آخر زمان است ولی شدن ممکن نیست، بنابراین شعر گفتن هم ممکن نیست. همانجا در همین گونه وضعیت که به شاعر همچون به ولی و پیغمبر بها داده و نگاه کرده می شد و این عقیده در عقل و دل و شعور عینی از کودکی سخت نقش بسته بود، به او میسر می گردد که یکمین بار دو شاعر زنده، شاعر انسان را هم در شخصیت قاضی عبدالواحد صدر سریر و هم در سیمای دامالله مدرسگی اکش سید محی‌الدین خواجه عیسی مخدوم ابن نیاز محمد 1826 1887 که به دهه ساکتری خود آنها آمده بود بیند. در نتیجه همین فکر و عقیده‌اش درباره شاعر و شاعری تدریجاً دیگرگون می شود. مخصوصاً بینش و مشاهده صدرالدین شاعر کسبی را که با نام عیسی مخدوم علاقمند است
و آن در سالی به اتمام رسی تحصیلش در مکتب دخترکانه بی خلیفه در سال 1885 به وقوع پیوسته بود، فکر و اندیشه او را درباره شعر و شاعری تغییر می دهد. بعدها عینی تاریخی به وقوع پیوستن آن واخوری را در یادداشت‌هایش این طور بیان کرده بود: من آن وقتها نمی دانستم که در دیار ما شاعرها هستند. عقیده من این بود که برای شعر گفتن ولی بودن لازم است. در زمان ما که آخر زمان است، ولی شدن ممکن نیست. این عقیده به من از بی خلیفه، معلمه مکتب دختران، تلقین شده بود. اما در آن وقتها حادثه‌ای روی داد که این عقیده من زیر و زبر شد و من در زمان ما ممکن بودن شعرگویی را فهمیدم. آن حادثه به این طریقه روی داده بود: روزی پدرم برای نماز پیشین به مسجد رفت و زود برگشته آمده در راهروی حولی ایستاده مرا جیغ زد و زود بیاگویان شتابکارانه برگشته رفت. من هم از دنبال او دویدم. در حولی بیرون مرا برداشته به بالای دیواری پاخسه پستک که حولی ما را از چارباغ مسجد جدا می کرد گذاشت و خود به پس دیوار راست ایستاده به من گفت: حاضر از مدرسه دامالای اکعت می برایند، نگاه کرده ایستا. من او را به تو نشان می دهم. دیری نگذشته از مدرسه چه 2 کس برآمد. یکی از آنها خطیبی دیهه بود که من در پیش او درس می خواندم و در پهلوی او یک آدمی میان قدی خشک بدنی سبزینه چهره‌ای می آمد که ریشی میانه سفید شده داشت. به سرش یک سلدچه سفیدی خورد و به تنش یک ته سفید بود. پدر انا همین آدم را به من نشان داده. همین کس دامالای اکعت گفت و علاوه نمود که آدمی بسیار کلان، عالمی گذرا، دانشمندی بزرگ و شاعری زبردست است. صدرالدین عینی، کلیات، جلد 6، صفحه 108. همین لحظه چطور دیدنش شاعر عیسی مخدومی بخارایی را در مختصری ترجمه حال خودم با بعضی علاوه ها و گاه ها حتی با کم و کاستی ها منظور خوانندگان و گوشرسی سامعان گردانده بود. همه این معلومات و بیانات او برای روشن گردیدن بعضی لحظه های ترجمه حال چی مفتی عیسی مخدومی بخارایی و چی خود عینی برای تاریخ ادبیات تاجیک یاری خیلی کلان می رساند. آن بیانات در مختصری ترجمه حال خودم بیان کرده عینی این است: شما گفتاری دهم را از روی کتاب ادبیات شناسی ورزیده و منقد برجسته تاجیک صاحب تبرف زندگی نامه صدرالدین عینی سالهای 1875 1899 در قرائت عبدالرشید خوجمکولов شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشید.